دوستای عزیز، درود بر شما. امید که در هر سر گوشه جهان دنیا هستین جور و صحتمند و سلامت باشین. امروز آمدیم در این ویدیو کار انشالله با پلتفرم فتوشاپ با آغاز منیم. از ابتدایی ترین بخشایش ما انشالله استارت کار در این میزنیم که بخیر با هم همچون کم و چومی که ما یاد داریم بخیر پیش مریم. در این ویدیو ما چگونه میتوانیم یک عکس وارد فتوشاپ بکنیم، از چی راههای چند راه وجود داره مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم انشالله. در این ویدیو شما بیننده باشین و انشالله که مستفید شوید. دوستای عزیز، راه اولی که ما عکس بخوایم داخل فتوشاپ بیاریم، فتوشاپی که ما فعلا رایش کار منیم فتوشاپ 2023 ورژنش هستم. راه اول که در این اسکرین شما میبینین یک چیز به نام درنگ اند دراپ هسته. منتها قانونیش ایه که برای که ما بخوایم عکس برنیم داخل فتوشاپ، روی از یک اعمال را انجام بدیم، ادیت بکنیم و در چاپ برسانیم، از منوی فایل بچه کلیک منیم. روی منوی فایل گزینه اوپن فعال میشه و گزینه اوپن که فعال شد عکس ما اینجا میبینیم، ویو میده برای ما ببینیم. روی عکس کلیک منیم. وقتی روی عکس کلیک کردیم عکس یک حالتی پررنگ یعنی آبی مانند به خود میگیره. این حالت که گرفت روی اوپن کلیک منیم. روی اوپن که کلیک کردیم عکس داخل پلتفرم فتوشاپ باز میشه و این عکس هر کاری که ما خواستیم انجام بدیم رویش انجام داده میتونیم و بعد از تغییرات میتونیم ذخیره کنیم یا ذخیره نکنیم. به هر حال و دست خودی از ما و شما است. این یک راهش. راه دوم که ما بخوایم یک عکس داخل فتوشاپ برنیم بو چه حالت است دوستای عزیز؟ بچه ها از شارتکت است. شارتکتی از این بخشم کنترل خن او که ما گرفتیم پنجره باز میشه. عین دفعه قبلی را انتخاب کنیم و پین منیم. عکس اینجا ویو میده برای ما میتونیم سرچ کار کنیم. و گزینه سوم هم عکس توسطی انتقال دادن از جا مکان اولیشی در روی پلتفرم فتوشاپ میتونه باشه. ما را کلیک منیم سرشی کلیک نگه میداریم، میریم منوی کمی که از طرف سمت بالای فتوشاپ خالیگی داره اینجا رها منیم، اینجا برای ما باز میشه. دوستای عزیز، وقتی که عکس اینجا باز شد ما میتونه میره هر نوع کاری که ضروری هست یعنی قرار است انجام بدیم روی از ما انجام داده میتونیم. این بود از روش خیلی ساده از ابتدایی ترین کاری که ما استارت آموزش فتوشاپ 2023 رو برای شما زدیم. آوردن عکس به شیوه های مختلف روی پلتفرم فتوشاپ بود و انشالله در ویدیوهای بعدی همچنان پیش مریم. کمک گمک جور و صحتمند و سلامت باشید.